آیا امتحاناتت رو ریدی؟ عیب نداره. آیا تو دستشویی فکر کردی تو امتحان دستشویی؟ عیب نداره. آیا بابات پرسیده کارنامه تو کی میدن تو الکی بهش گفتی مدرسه کاغذ نداشت برای همین کارنامه ها رو 15 سال بعد میدن، ولی در واقع کارنامه رو تو خشتکت قایم کردی و اگه بابات بفهمه کونت میذاره؟ عیب نداره. امیر رفتار حلال مشکلات شماست. کافیه تلفنتون رو بردارید و به 0930 62 تماس بگیرید. امیر رپتور هوای شما رو داره. از وقتی امیر رپتور رو ساب کردم دوست دخترم ولم کرد، پدر مادرم منو عاق والدین کردن، تمام پولام و مالم هم تو شرط بندی باختم. امیر رپتور باعث شد که اون زندگی سنگین که داشتم رو ترک کنم. البته که دیدن امیر رپتور بدتر از کوکائین کشیدن و گل کشیدن همزمانه. امیر رپتور پر از شادی، پر از شور و هیجان، اضطراب و تشنج‌های روانی. پس بهتره امیر رپتور رو ساب کنی. دوستان من واقعا چیز زیادی بهتون نمی افزایم و مغزتون رو پر از بولشیت میکنم. اینا همش یه تبلیغ بود راجع به خودم. من مشتی بر مغز شما میزنم. تا ویدیوهای دیگر خداحافظ.